راجع به الهه ها، شیاطین، اجنه و اینجور چیزها هم هیچ دانشمندی صحبتی نمیکنه، حتی در کشورهای توسعه یافته. راجع به روح، خدایان و خدا هیچ دانشمندی صحبتی نمیکنه و در بحث اثبات وجود اینها و یا در بحث رد وجودشون هم هیچ صحبتی نمیشه، حتی در کشورهای توسعه یافته. و این یک دلیل اجتماعی داره که من هم نمیخوام واردش بشم. یعنی دانشمندان علوم تجربی در بحث مربوط به علوم دینی و مذهبی وارد نمیشن و حق هم دارن، ما هم وارد نمیشیم. و هرچی در این ویدیو وصف میکنیم راجع به موجودات غیر ارگانیک هست که در فضای اجتماعی مطرح هستن، نه راجع به دین و مذهب. افرادی که برای بار اول یک ویدیو از این کانال رو نگاه میکنن باید بدونید ما در این کانال هم آموزش بیداری کندالینی داریم به صورت حرفه‌ای و کاملا رایگان و هم آموزش تلپاتی داریم و هم آموزش پاکسازی چاکراها داریم. اما اینو گفتم که بهتون بگم در پلیلیست چشم سوم و تلپاتی من ویدئویی دارم که به بحث واقعیت و خیال میپردازه و این رو مطرح میکنه که در ذهن انسان واقعیت و خیال فرقی نمیکنه. یعنی شما میتونید یک کاری رو در خیال انجام بدید ولی ذهنتون فرض کنه که اون در واقعیت انجام شده. ذهن همون کارهایی رو انجام میده که برای کارهای واقعی انجام میده. یعنی همون هورمون ها رو ترشح میکنه، همون عکس العمل ها رو برای یک امر خیالی خواهد داشت. برای ذهن واقعیت و خیال فرقی نمیکنه. در هیپنوتیزم تلقینی رو به سوژه انجام میده و این تلقین میتونه واقعیت رو بازسازی کنه. یعنی یک توهم ایجاد کنه، توهم بصری، توهم بویایی، توهم شنوایی و حتی توهم لمسی. یعنی در خلسه شما میتونید یک خوراک فرضی رو بدید به سوژه و وقتی بیدارش کنید قسم میخوره که اون خوراک فرضی رو خورده و حتی مزهش زیر زبونش هنوز مونده. پس ببینید ذهن انسان به راحتی میتونه یک واقعیت مجازی رو خلق کنه. این نکته بسیار بسیار مهمیه. پس ایجاد تلقین میتونه باعث ایجاد توهم احساسی بشه. اما هیپنوتیزم چیز عجیبی نیست. ما در طی شبانه روز بارها و بارها هیپنوتیزم میشیم در مواقع مختلف. هنگام گوش کردن به یک موسیقی، هنگام فکر کردن به یک موضوع یا دیدن یک فیلم سینمایی واقعا وارد فاز آلفا و خلسه میشیم. پس میتونیم بگیم بخش زیادی از وقتمون رو در طول شبانه روز ما در خلسه هیپنوتیزمی هستیم. برها در اون حالتهایی که در خلسه های هیپنوتیزمی هستیم میتونه بارها و بارها برای ما توهم واقعیت مجازی ایجاد بشه. در این صورت باید چه کار کنیم؟ چیزی رو که الان میخوام بهتون بگم دانشمندان بارها اثبات کردن که ذهن انسان میتونه از هیچ موجود خلق کنه. بزرگترین مثال این هم در ارتباط نه با ذهن انسان، در ارتباط با خلقت کیهانه. همونطور که میدونید دانشمندان به این نتیجه رسیدن که کیهان به این عظمت که حدود 14.5 میلیارد سال پیش به وجود اومده و الان بیش از 50 میلیارد سال نوری وسعت داره از هیچ به وجود اومده. یعنی در بیگ بنگ کل این کیهان با این عظمت از یک ذره کوچکتر از اتم به وجود اومده. پس این امکانش هست که باز این کار تکرار بشه و داره تکرار میشه. یعنی میشه از هیچ، تقریبا هیچ در نظر ما میشه موجود خلق کرد. این اساس بحث امروزه در ارتباط با چشم سوم و کارهایی که میشه با اون انجام داد. یعنی ما میتونیم نیروهای الکترومغناطیس ذهنمون رو طوری تمرکز بدیم که بتونیم کالبدهای ذهنی اطراف خودمون رو، نیروهای الکترومغناطیس داخل بودگاه اطرافمون رو طوری متمرکز کنیم که یک موجود جدید خلق بشه. این موجود در حال حاضر شبیه موجودات ماورایی هستند. یعنی میدانهای متمرکز و فشرده الکترومغناطیس هستند که ذهن ما اونها رو متمرکز کرده، مچاله کرده و به صورت موجودات ماورایی در آورده. ذهن این قابلیت رو داره. توی تجربه این اثبات شده. این نکته بسیار مهمیه. پس یه مقداری بیشتر بازش میکنم. ببینید در طول تاریخ هم مثالهایی داریم که خیلی ها باورش دارن که افراد قدیسی بودن که مثلا با تکون دادن یک ساقه خرما شروع کرده از اون ساقه بریختن
یا در میان یوگی های هند یا شمن های آمریکای جنوبی این وقایع زیاد اتفاق افتاد. حالا در بین انسان ها کسانی که چشم سومشون بازه قدرت خلاقیت پیدا میکنن، یعنی بر نیروهای ذهنیشون تسلط پیدا میکنن و میتونن میدانها و نیروهای الکترومغناطیس اطراف خودشون رو مجتمع کنن و یک موجوداتی به وجود بیارن. این موجودات کسانی که چشم سومشون باز هست میبینن و علاوه بر اون کسانی که هیپنوتیزم میشن و به خلسه میرن میتونن این موجودات رو به صورت مشترک ببینن. یعنی چند نفر میتونن یک موجود ماورایی رو به صورت مشترک ببینن. به چه صورت؟ یکی از این افراد میتونه با قدرت خلاقی ذهنش این امواج، این میدانهای الکترومغناطیس رو مجتمع کنه و به صورت یک مثلا انسان در بیاره، یک انسان ژله‌ای مثلا حال مانه. و افراد دیگه که در خلسه هستن یا چشم سومشون بازه میتونن اون رو مشاهده کنن. این تجربه مشترکیه که به وجود اومده و این باور رو به وجود آورده که موجودات غیر ارگانیک وجود دارن. ولی عزیزان من، این موجودات قائم به ذات نیستن. یعنی اگر ذهن انسان نباشه، آگاهی انسان نباشه، این میدانهای الکترومغناطیس نمیتونن مجتمع بشن و یک موجود غیر ارگانیک و یا موجود ماورایی رو به وجود بیارن. قائم به ذات نیستن. باید یک ذهن آگاه پشت سر اینها باشه تا وجود داشته باشه. چه بسا افرادی که چشم سومشون بازه و میتونن از این موجودات به وجود بیارن، گهگاه این موجودات رو تغییر شکل بدن، کوچک میکنن، بزرگ میکنن، به جای ارسالشون میکنن و یا کلا محوشون میکنن، از فضای بودگاهشون خارجش میکنن، یعنی نیستش میکنن. نه اینکه نیست میبرشون میگردونن به میدانهای الکترومغناطیسی که قبلا بودن. پس موجودات غیر ارگانیک و ماورای قائم به ذات نیستن، چون ارگان ندارن، غیر ارگانیک هستن و نمیتونن زنده باشن، نمیتونن نفس بکشن، نمیتونن غذا بخورن. ولی موجودات ماورایی رو که ذهن اشخاص به وجود میاره به وجود میان، اما متکی به ذهن همون اشخاص هستن که اونها رو خلق کردن. حالا خیلی سوال میکنن که آیا چشم سوم بازشه واقعا میتونیم این موجودات رو ببینیم؟ جوابش روشنه. باید برگردیم به محتوای همین ویدیو. آیا یه همچین تصوری که ذهن شما موجود هست که بتونید یک موجود ماورایی رو به وجود بیارید؟ آیا انسدادی در ذهنتون وجود نداره که بتونید اونها رو ببینید؟ ببینید هر گونه ترسی که داشته باشید این موجودات ممکنه به صورت منفی در بیان برای شما، یا اگر عشق زیادی داشته باشید این موجودات به صورت یک گروه قدیس برای شما ظاهر بشن. شما که مدیتیشن چشم سوم انجام میدید به شرطی میتونید به قدرت‌های ماورایی دست پیدا کنید که مدیتیشنتون خالص باشه، بدون چشم داشت باشه. اگر هنگام مدیتیشن تلاش کنید که چیزی ببینید، ذهنتون به حالت خلسه وارد نمیشه، یعنی ذهنتون اسیر دست آگاهیتون میشه، در حالی که هدف مدیتیشن رسیدن به بی‌ذهنیه، رسیدن به خلسه هستش. اگر ناخالصش کنید به هیچ عنوان وارد این بحث نخواهید شد. حالا چطور خالص میشه؟ اولین پله خالص شدن همینه که شما انتظاری از مدیتیشن نداشته باشید. اگر انتظار داشته باشید که مدیتیشنتون منجر به این اتفاق بشه که شما بتونید موجودات غیر ارگانیک رو ببینید، این مدیتیشن ناخالصه و هیچ قدرتی به شما نمیده. حالا فرض کنید مدیتیشنتون کاملا خالص باشه. آیا امکان داره که بتونید چیزی ببینید؟ اون هم مربوط به ناخودآگاهتون میشه. اگر ناخودآگاهتون انسدادی نداشته باشه میتونید، ولی به شرطی که جایی قرار داشته باشید، در نزد شخصی قرار داشته باشید که اون شخص با ذهنش این موجودات رو به وجود بیاره، یا ذهن خودتون این قدرت رو داشته باشه، که در حال حاضر این بحث ما موضوعی بحث ما نیست. بحث ما اینه که آیا با چشم سوم میشه این موجودات رو دید، که فکر میکنم تا حدودی واضح توضیح دادم. من سعی کردم مختصر و مفید مطالب رو بیان کنم. تمام تلاشم رو کردم که اصل مطلب رو به شما انتقال بدم. من میدونم به خاطر اینکه از خیلی از مطالب صرف نظر کردم سوالات زیادی برای شما پیش میاد. لطفا این سوالات رو در کامنت مطرح کنید و برای سخن آخر خدمتتون عرض کنم اگر از من سوال کنید که چشم سوممون رو باز کنیم یا نه، برای موجودات ماورایی و دیدنشون میگم نه. هدف از باز کردن چشم سوم دیدن موجودات ماورایی نیست، چون هم ممکنه توهم باشه و هم خلق موجودات ماورایی و این برای شما ارزشی نداره.
هدف از مدیتیشن های چشم سوم باز کردن چشم سوم به منظور دستیابی به آگاهی های فراحسی است. اینو تمام مکاتب دنیا رو صحه گذاشتن. به خاطر همین به چشم سوم میگن چشم بصیرت، چون هدفش اینه که به آگاهی های کیهانی و آگاهی های عالی دست پیدا کنه. یعنی شما با باز کردن چشم سومتون میتونید با تمرکز بر روی یک موضوع امواج مشابه اون موضوع رو جذب کنه. این به این خاطره که ذهن وقتی تمرکز کنه، اگر چشم سوم باز باشه، میتونه امواج مشابه امواج مغزی خودش رو جذب کنه و ناخودآگاه میدونه که با این امواج چطور رفتار کنه. اینها رو با زبان خودش برای ذهن آگاه ترجمه میکنه و شما اونها رو به صورت الهام و یا ادراکات دریافت میکنید و حس میکنید که از یک عالمی یک الهامی به شما شده. این بارها و بارها برای خیلی از افراد پیش اومده. پس سعی کنید که مدیتیشن هاتون خالص باشه و به هیچ عنوان برای دستیابی به این قدرت ها نباشه، بلکه سعی کنید به مرکز آگاهی های کیهانی دست پیدا کنید. خیلی سپاسگزارم که با من همراه بودید. تا دیدار و ویدئوی بعدی در پناه نور باشید. خدا نگهدار.